بچه‌های صدوات سلام علیکم. یک چیز نشون میدیم بعد ختم کنیم با ویدیو رو پهن کنیم. خوب شروع نار الحمدلله. اینا برادر عزیز بسم الله کشوده شد مغازین اسلامی. تمامی صنعت قدید تمامی نعمت های اسلام و مقصد جای نماز قرآن ها و ساعت ها و تسبیح لباس های زنانه مردانه تمام چیز الحمدلله در اینجا است. در همین هست در دیم اتاج گه میسته عبدهم پاویلیون. این همی جای اپازلفیا را دیده ایسته باشه. این هم این جای اپازلفیا این ایجا رو پرو همین این رو پروش این دیگه تو مغازین اسلامی برادران تسبیح قرآن تمامی نمودی چیز یعنی که بچه‌ای که حج میره برای حج لباس‌های خوب کلان مایده کوتاه پلوس این چنین لباس‌ها زنبورها کرتوهایی که بچه‌ها میپوشه همش ارگینال هم برادر. جای نمازهای بسملی پلوس دوخی‌ها ترمه حجامگری بانک‌ها آبتون و روز نیست بچه‌ها تمام اینا پلوس داروهایی که مقصد بچه‌ها ای داغستان سونامید همین چیزای برای توابتی طبیعی می‌خرده همچنین هم در ایجا یافته میشه. جای نمازهای گم میزدگی یعنی تمام نمودش هست. شروینار میتونه بدیلی پر زکاس کنه. خوب تکرار میکنم چیزی که اسلامی کرتوها یعنی کرتوهای گوناگونی بخملی ما کدمیت حج میره ای حج میره مقصد برای اون این و ساعت هایی که مقصد نام الله نام محمد صلی الله علیه و سلم یعنی که همه چیزا مثلا قرآن های ازبکی کرگیزی تمام نمود همیا هست برادر. بدیلی پر پلوس این آب زمزم مسواک جای نمازهایی که میخونن چون روچکا دور و همچنین فرب شوی مینوکسیدیل همه چیز کدمیت که مغازین ها داره برادر. شما را میتونه ایجا یعنی که مغازین های اسلامی ایجا آب تمام خریداری کنی میتونی آب کنی مثلا روچکا دور تمام نماز. خواهش میکنم از شما نوارا پهن کنی. باز هم میگم در بازار صدوات دیم اتاج عبدهم پاویلیون در لینی گ پیش همین چی مغازین اپازلفیا رو پاروش این اپازلفیا ایجا هسته نه جو اپازلفیا ہے رو پاروش یعنی ایجا چی است مغازین اسلامی. خواهش میکنم نوارا پهن کنی. الله برکتون که السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.